بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو و درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نوع دوستی تمرکز شده است. شهر کابل و کوچه ها و پس کوچه های این شهر و همکاران ما دنبال نیازمندان و تهیه یک برنامه دیگر برای شما. چی کارش زندگی میکنه اینجا؟ زندگی اگه همشیرهش هست با مصابش خراب. حال اینجا میشیش. اونجا رفسای کو. آدم زیرخانه نشستیم. اونجا سکتام کردم. فشار عصبی پیدا کردم. دنیا یکی دارویی ندارم. یکی خوار اعصابش خراب است. یکی قلبم ضعیف است. یعنی اکبر کرده. قوم دارم لالای شیرین. این کنه است قوم خوار دیوانه است. از خدا چی میخواییم؟ اول از خدا ایمان. نوجوان و مسکینم، آن الله دارم، هیچ پروا ندارم، با امید تو هستم، الهی ناامید نگردان همه ما را. ساعت 1 ظهر است و در کنار از جاده با این پیرمرد مقابل می شویم. پیرمردی که در این زندگی پر از رنج تنها با خواهرش که دچار بیماری روانی است در یک منزل زندگی می کند. سالهای زیاده از عمرش گذشته و خودش سرپرستی خواهر بیمارش را هم می کند. این پیرمرد بیش از 2 سال می شود که در یک حادثه ترافیکی پایش صدمه دیده است و به دلیل فقر در آن زمان نتوانست به تداوی خودش ادامه بدهد. چی کرده پایت پدر جان؟ مایده است؟ چی وقت مایده شده؟ 2 سال شد. کاریگر کی است خیر؟ کاریگر که از نیل خودمون هستیم چون ختمی ها کشت پیش میره که مال خود نمیتونیم. ما کاری خوارم است اعصابش خراب است. چند نفر هستین در فامیل؟ راست یک خوارم است یک خودم است. می بچگک چیت میشه؟ یه زمین بیادرم هست دیگه برزاده گفتم میشه. در میان این کوچه های روشن بالاخره به تاریکی می رسیم. تاریکی که ممکن تا رسیدن به اتاقش همین گونه باشد. با رسیدن به این حویلی به این اتاق اشاره می کند که گویا این پیرمرد قبلا در این مکان تاریک و فرسوده زندگی می کرد. اتاقی که تاریک تر از تاریکی نخست است. کی کارش زندگی میکنه اینجا؟ زندگی اگه همشیرهش هست با مصابش خراب. او کجا می باشه؟ خدا ما یک صفحه بود برش جور کردیم گفتیم. شما خودتان؟ حال اینجا میشیش. اونجا رفسای کو. اینجا بود اول؟ دفعه پیش برو. پیش برو. کای دوجا زندگی مادرم با خدا. پیش بته نمیره چی. اینجا را. اینجا اول میشیش. خب باز اینجا را برش جور کردیم. یعنی صفحه بوده که مادرم ما فاج نکردیم. نمیده که برش جور میکنیم. دیگه نمیشه زندگی کنه.
اتاق زنده است. می خواهیم وارد اتاق این پیرمرد شویم، ولی او با دستان خودش تلاش برای رسیدن به اتاقش را می کند و شاید این گونه همه روزه ادامه داشته باشد. با وارد شدن به اتاقش باز هم تاریکی را همه اتاقش فرا گرفته است، ولی در کنار همه تاریکی ها دریچه های رحمت خداوند و یادهای از او در میان این اتاق دیده می شوند، یادهایی که ممکن همه تاریکی ها را روشن بسازند. همینجا می باشی پدر جان؟ می خانگه که همی همسایه ما را خدا خیر بده، همی صفحهشان بود و دمو زیر خانه نشستیم، اونجا سکتام کردم، فشار عصبی پیدا کردم. بله. دمی سرک اینه اونجا که موتر استاد کردی اینه میجا مرا موتر آوزا اشترنگ زد او گره مقیل شدم در آسمان، دمی جایی که خوردم پای ما طوله قسم ایده شد. بازی 3 هفته از بی پیسگی در خانه ماندیم. گفتا که عملیات نکنیم سیخ نشه میده نشه. گفتم یکی دارایی ندارم، یکی خوار اعصابش خراب است، یکی قلبم ضعیف است، این عملیات کنم یا چی کنم؟ مرا مخه یک گچ کو که همه کتاسا خو بتانم. بله. بازی که گچ کرد گفت 4 شب و 5 روز این شور نتی کتمو گچ و چی که میشه پلاستر و سوتا ما خیستم که برم تشنا دمو زیرخانه بدیم. این پای جرق کرد که جرق کرد من گفتم حالا خطا خود. باز که رسم وزیر اکبر خان که تا که تو تم موتا نشی دیگه چاره ندار. پیش از این رسم پیش بچه گفتم یک چند رفع یک مربطه که نی رقم دکتر گفت او بیادر اگر برای زیر عملیات خوب نبرین مخورد اعصابش خراب است در میدان میمونه و کی جمع میکنه کی نگاه میکنه. پشتمی گفت نگرد دیگه باز گپ همه پیرا را کردیم دیگه دارایی هم نبود این نمی رقم کندای زانو را برو. حالا چه وقت میشه از این؟ از این دیگه 2.5 سال شد. 2.5 سال شد. همه تو ماندی دیگه. چون ضعیف است. فشار عصبی هم دار اومد. این قگه جگر خونش هم باز اینجای ما کلش سوخت میگیره. که دارایی رو تا نداریم لالای قن ما مسلمان است نپت میکنم چیزا نه دروغ میگم چیزی که رب جانان میگم. باز میره خانه ریا بریم جور کرد این یگان اشتکه که یگان تا میاره یک دم بر روی قرآن خدا جادو جرمن نگاه ما قسمیستیم حال طریقت هستیم اون یگان اشتکه بر رضای خدا دم میکنم هرچی که دان 10 روپیه 20 روپیه حالا صبح مخوارم یک آل انداخته بود مرا پیسه این جای هم برای دیگه کس همت ثوابی جور کرد. ثوابی همی پدر همی برادر که پیشتر کتی صحبت کرد پدر ازی برای مایر ثوابی جور کرد او زیرخانه تو سکتام کردی پای تا میده شد بوی هم است فشار هم پیدا کردی خیمه نرفتیم همیگه که برای جور میکن تا کنه هستی و خوشی تست و زنده هستی اینمی از تو بشی یعنی حج اکبر کرده قوم دارم لالای شیرین اینی کنه است قوم گفتخوار دیوانه است خیره برد مساکین تاویل که با ازی سرک آوردیم این چیزم نمیشه ما با تو را نگاه کنیم در قوم مادر فرمولیستیم در قوم پدر سادات هستیم ما گفتم یک تارمویش ما تیر نیستم از یک تارمویش تیر نیستم اینا خدا خیر بده مریضی ما
کمک میکنه. دیگه اینجا هستیم کس ما کمک چیز نمیکنه. بله. غیر نمی آردم که وکیلانه میگرفت پیش مرا. حالا نکه گرفتن. حالی پای تو را چی گفتن دکترها؟ پای ملالای قند این حال عملیات ازی دل میخواه. دل ندارم. قلب ضعیف است. شیمی هم عملیات نیست بریم. نه همه قیب باشه که حالی را خب به اسم میکنن تو خونه میفهمی دیگه. ملالای قند مخکدم اتاق دارم درجان از بین میرم. حسابش خرابه. خواه شب در خانه نباشه و میمونه. زار ترق میشه. حالا او کجا است؟ رفت خانه در خانه میگرده دیگه. چهار چیز نیست نبود ما خود همین ها که هر چیز بیچاره خدا واسه پخته کردن خدا کتشان خوبی کنه. خانه در خانه چی؟ کالاشی میکنه؟ چی میکنه؟ یا دقیقت میره. مثلا تو دوست هستی که اولادا یا سیاسرها خوش است نمونجا که باید لغمنان میتنش. حالا پیشتر مرا مکان گرفت 500 بود. تو خدا ماست کجا کنم 500 امروز سرک در بیرو گیریانکو هر بزن آخر رو رفت بیادرم گفت تیز برو که تا تو تا پلاسان میرسی درجه میشه اموگه که نسوزه. پدر مادر پدر من فوت کرده مادر من فوت کرده دیگه مولد این خوراکت باز مجارد هم تو مانده تکلیف داره؟ خود تایوان مانینه مام دیگه دارایی که نباشه حالا شیرین کی عروسی کرده میتونه. بلکل. توی کردم آدم فهمیده هستی. بله. عادت که گفتن نیست. خودت هم عروسی نکردی؟ لالای کنده ما هر طریقه دیگه تا امروز خدا و کلام خدا و پیرار ما کن گرفتیم. بله. دست خالی چی میشه لالای شیرین باده این زمان این رقم کی خوش داره کی قبول داره. بلکل. قربان چه؟ کل زندگی نمیز دیگه هم با کمک دوستا. هم با کمک اول خدا با دوستا. اول خدا که خدا میره چاره سازی کرده باز خدا یار کم نکنه. خودت در طریقت هستی حتما یگان ذکر هم میکنین یگان چیزای تصوفی را میفهمین دیگه. کسایی که کمک میکنه پیش پروردگار چی اجر داره و کسایی که نیت میکنه مگم نمیتونه. لالای قند نیت میکنه بازو خودنمایی میکنه او باز برای اصل مستحقش نمیرسه. بله. حالا مو آدمی بایسیکل مرزاد پایین وقت برای دعا میکنه. بله. دمی راحت میرم راحت میرم. بله. دیگه نالو کس که نمیکنه و بازو الله میکنه و کارش. بلکل. او که نقیه کم داد او به نزد الله بسیار قدر داره بسیار میلیون است. مثلا بسیار چیزی نیست. مثال اونمو دلم از شاد میشه که خدا میگم که تزیا خوبی کنه که من یه لقمه نان فریمان میخورم. بلکل. اینمی کلان یک این دنیا برای چی جور شده؟ دنیای فانی است، دنیای امتحان است، دنیای ازمایش است. خداوند ازمایش میکنه بنده آدمی ده از مردمایی که پیسای ناق بر کی میتن مگم معنی از کس نمیطلبم. از او مالک ما کم گرفتیم خالق ما. از او طلب دارم دور از خودتان از بنده طلب ندارم. میگه ملای تو مرا دست ما به کس اگه تو دراز میکنی دیگه طاقت ندارم. بله. در او دنیا پیش پروردگار که آدم میره حج داریم. چی رقم حساب خواست شد؟ بسیار حج داریم. حساب پروردگار خو زیاد از باز از مسکین و مساکین و بیچاره و هم در شهید و ناتوان یایش به ذات رحمان بسیار روحی داره. بله. بسیار قبول میشه. عالم شو وضو که من نمیتونم لالای شیرین من تیمم میکنم با این وقت نمازم قضا نیست شو تجربه ناخواه نیست یادی وظیفه میکنم قرآن هم میخونم تا 2 بجه 3 بجه شو من بیدار هستم. بگه ملای تو قبول کنی من خود نستنجا کده میتونم نه سرد پایشته میتونم نه تشناب رفته میتونم اون بیچاره اما کارم هم یا پیش میبرم. بله. و یگان چیزای نمونه‌ای سابقام از پیشتر لیکین است و یگان کلمات نام ذات پروردگار. حالا میری جای کسی گفته کدام بود یارد میتبره؟ پلاسان گفت نی صوبه کاغذه که وکیل آورد که باز بیایی که آرد میتم. از خدا چی میخواییم؟ اول از خدا ایمان. بله. باز کامیابی دنیا آخرت. باز قرآن عظیمشان با هر چیزی که خودش تعیین کرد هر چیزی که لایقت دید داد. بله. برای کسایی که دست توانایی داره و مردم ما امروز بسیار به فقر
اقتصادی مواجه چی گفتنی داری برش؟ اینا کسی که داره باید خور و غریب و مستحق خوب زیر نظر کنه باز بتایی تا نکنن که یک آدم محترم داره خانه شخصی هم داره زمین هم داره او را میرن میدو که اولین مثل خود ماره ما روزایی شده که گفتنش خوب نیست بیادرمون استاده است ما نان قاقت او چای تر کردیم خوردیم ات روز شده که ما 2 شب 3 شب یارید نگفتیم از شرم عیا تو نان خوردی آقا؟ والا نان خوردم دلم نمیشه مریض هستم من میده درد هستم تکلیف میدام دارم از عیا باز که خبر شدم بیادرم سرم خال مقاله گرفته که ما نان خوردیم چرا پود کردیم؟ خواه دیگه باز خوارم میگفتیم خیلی شد بالا در خانهشان ما دلم نمیشه ما کتشان باز دادنش خورده دیگه تیر میشه بیادرشی توکل ما و شما به پروردگار دیگه خداوند خودش غفور و رحیم است والله بزرگ است الله مهربان است الله یک و یک پدر جان نمیجه یک برادر ما به نام روح الله امیدی بله فکر کنم که از عربستان سعودی یک چیز کمک کردن 7000 افغانی نمیره ما برای خودت میتم خدا کتش خوبی کنه زمستان در پیش است یگان گاز منداز یک چوب میگیری یک زبال میگیری ببینی که آدم خوب بودی اگر نیز یک از میود روی روان میگه برو بابا چی کنم میشه آدم خوب بودی فهمیدی که این ناتوان است خداوند که تو عجز دنیا و آخرت نصیب کنه اما آدم که زی آن جایی است الله همراهش باشه دیگام دارایی هایش الله زیاد کنه مقام بتش عزت بتش دیگام در حج بیت الله دیگام نیتش زیاد کنه خداوند کتش خوبی کنه که دایم ما مسکینای پای افتاده و پای شکسته را دایم به یک نظر و خود یاد که ما این کمت برای ما زیاد است خانه آباد خدا کتش خوبی کنه خدا بسیار بتش خدا همه تان آرام داشته باشه از مصیبت ها از بلاها شر ظالمین الله نگاهیتان کنه دستان الله به ظالم نته در هیچ میدان خدا نشرمید ازر ارگان و تلویزیون کسی امو ارگانتان آباد باشه امو رئیستان سربلند باشه خدا کتان خوبی کنه الله غفور رحیم خب کدام شعر کدام چیز یاد داری؟ والا قربان شو حالا خود دیگه از فکرام تیتش یا کمک خود بگو که یک شعر ای خدا زی دلم درد زاره با کی گویم غیری بر تو گویم یا الله ناتوان و مسکینم آن الله دارم هیچ پروا ندارم با امیدی تو هستم الهی ناامید نگردان همه ما را با عزت رسول و نوریان نصیب بگردان ز فیض قرآن شاد بگردان الهی بر این برادرایم عزت و خوبی و کامیابی نور و قرآن عزت دنیا آخرت نصیب بگردان یا الله با آن برادری که به اینا عطا کرده اینها به ما عطا کرده خدایا به امرایان خوبی عزت حرمت نصیب بگردان یا الله الهی ز دعای مسکینان را مستجاب بگردان از درگاه رحمانت ناامید نگردان بر امید تو هستیم یا کریما از درگاهت ناامید نگردان یا رحیما خیر ببینین آرام باشین با عزت الهی میگه باریش سفید روی سیاه مگردان احمد میر فخرالدین آقا بله یک وقت در القای از ما میرتیم تمیم صاحب حالا خب پای نداریم از این دربار پیر خود ما 2 ماه بعد یکی پیدا یا جان ما خیست یکی دیگه هم بخوان که ما غرق شویم دیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن
إن الله علي حكيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الله تواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم الحمد لله رب العالمين وصلاة سيدنا أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه الأجمعين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى بعض الصالحين اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم أنت حميد المجيد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله وصلى الله على نور المحمد إن الله غفور رحيم. خدا خیر نصیب کن. خیر این پدر جان یکی سرخ است خب سرخش دو ای 3 ای 4 ای 5 ای 6 ای 7,000 از طرف برادر ما روح الله امیدی از عربستان سعودی روان کرده. خداوند پاک خیر نصیبشان کن. خدا دگان بتش که یاد ما مسکینای بینوای پای افتاده و پای شکسته را کنه. خدا و تو برادرم بینها کارمندایتان همکارایتان خدا خوبی نصیب کنه. تا حال بیتشان خدا برکت پرته تا دنیا خوار نشین با عزت کامیاب دنیا و آخرت. آمین. ما سپاسگزاریم از آقای روح الله حمیدی که از عربستان سعودی مبلغ 7,000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که این مبلغ را نقداً به این پیرمرد پرداخت نمودیم. این بود برنامه امروز خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که این برنامه را شما دیده باشین. ما پدر جانم دیدین وضعیت که خوارکشان فکر کنم تکلیف اعصاب داشتن و جای روان بودن به خاطر کدام بوری آرد که سمرایش وعده کرده بودن و ما هم خواستیم که کمک از یکی از هموطنان را برشان برسانیم. شما هم اگر میخواین برای هموطنان عزیزتان کمک داشته باشین شماره واتساپ که روی صفحه می زنگ بزنین برای ما پیام بتین. انشاءالله ما در خدمت هستیم. تا دیدار دوباره خداوند یار و مددگارتان. پیروز و کامگار و سربلند باشین. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است.
این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.